کمیسیون جلوگیری از غصب زمین 155.19 جریب زمین واقع در ساحه شیرپور از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل را امارتی تثبیت کرد. هدایت عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی این است در هر جا که خانه های مردم بالای زمین مغصوبه بنا شده و نیز ثابت گردیده باشد که زمین مذکور غصبی است، هرچه زودتر در زمینه آن اجراعات صورت بگیرد. بر همین اساس زمین شیرپور توسط هیئت تکنیکی جلوگیری از غصب زمین و شاروالی کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. طی این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین مذکور شخصی است از طرف متصرفین به هیئت تکنیکی و کمیسیون ارائه نشد. همچنین به اساس بررسی های هیئت تکنیکی و معلومات شاروالی کابل زمین مذکور پلانی بوده و به صورت خودسرانه و برخلاف پلان در آن تأسیسات ساخته شده است. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک، دفاتر املاکی و اخذ معلومات از ادارات مربوطه، زمین مذکور را مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده امارتی دانست و در مورد طی مراحل بعدی و تخلیه خانه‌های ساخته شده در آن هدایات لازم داد. در جزء هفتم فقره اول ماده 6 قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها آمده که زمین‌هایی که در مرکز و ولایات از طرف شارولی‌ها و ادارات امارتی به طور قطعی با عناوین مختلف بالای اشخاص حقیقی یا حکمی فروخته شده باشد، در صورتی که مغایر با احکام شرعی باشد، کمیسیون موظف به بررسی آن است. جلوگیری از غصب زمین‌های امارتی و استرداد زمین‌های غصب شده یکی از اهداف اساسی امارت اسلامی افغانستان می باشد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده به همین منظور ایجاد شده است.